در شهر خوجند ضمن یک همایش به شنوندگان محفل آموزشی جوانان پیروان پیشوای ملت شهادتنامه‌های ختم سپرده شده. استادان شخصانی که دوام 3 ماه به جوانان فعال راهنمایی کرده بودند قدردانی گردیدند. محفل آموزشی جوانان پیروان پیشوای ملت در سمت بلند بر روشن خودشناسی ملی، جهانبینی سیاسی و مسئولیت شهروندی جوانان مساعدت می‌کند. ابراز گردید که در ولایت سود با مقصد تطبیق سیاست دولتی جوانان، دستگیری و هوسمندسازی جوانان فعال تدبیرهای سودمند اندیشیده شده. محفل آموزشی جوانان پیروان پیشوای ملت در تکمیل دانش و ملکه جوانان و آموزشی مکتب دولتداری پیشوای ملت امری مهم است. باعث افتخار است که پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان ما جوانان را آینده امروز و فردای ملت می‌دانند و برای ما جوانان تمام شرایط‌ها را فراهم آوردند. محض کورس‌های آموزشی است که بعد از ختم آنها ما می‌توانیم در ساحه‌های گوناگون همچون راهبر کار و فعالیت برده باشیم. بعد از ختم محفل جوانان پیروان پیشوای ملت من نیز همچون مدیر قسم تعلیمی مکتب صنعتی شهر گلستان انتخاب گردیدم و محض این کورس به من امکانیت داد که من همچون در وظیفه راهبری کننده کار و فعالیت برده ایستادم و میکوشم که باز ثمره مهنت هایی که استادان به ما آموزانیدن آن را در فعالیت خود بیشتر استفاده برده باشم. محفل آموزشی جوانان پیروان پیشوای ملت که در نزد ریاست کار با جوانان و ورزشی ولایت سوخت عمل میکند در یک سال 2 مرتبه برگزار میگردد. شنوندگان این محفل مدت 3 ماه از استادان، خادمان سیاسی، سیاستشناسان و کارمندان ساحه‌های گوناگون دانش اندوخته من بعد برای فعالیت در سمت و ساحه‌های مختلف به کار میبرند. برآمد کنندگان علاوه نمودند که راهنمایی و دستگیری پیشوای ملت برای جوانان امکانات‌های وسیع تحصیل، رشد استعداد، اشتراک فعالانه در حیات جمعیتی و آماده‌سازی کادرهای جوان را فراهم می‌آورد. محفل آموزشی جوانان پیروان پیشوای ملت پیش از همه هدف و مقصد اساسی آن زیاد نمودن صف کادرهای راهبری کننده جوانان پیشصف و فعال به حساب می رود. زیرا در دایره این محفل بغیر از آن که ما با چهره های شناخته و ابرمردان سیاست میهن واخوری می نماییم، ملاقات برگزار می کنیم و درس های آموزشی به جوانان می گذاریم. غیر از این ما سمینار و ترینینگ ها نیز برگزار می کنیم که همه این سمینار و ترینینگ ها برای به جوانان آموزانیدن مهارت و ملکه های سخنوری و ملکه تشکل دادن ملکه راهبری آنها راه اندازی گردیده است. در انجام همایش به شنوندگان محفل آموزشی جوانان پیروان پیشوای ملت شهادتنامه‌های ختم سپرده شدند.